در نخستین پرواز شرکت هوایی اسمان ایرلاینز به خوجند 70 نفر عبارت از روزنامه‌نگاران، بلاگ‌نویسان و شخصان رسمی از پایتخت قرقیزستان آمدند. خوش آمدید مهمانان ارجمند. با این پرواز خطسیر نوی بیشکک خوجند بیشکک روز 16 مارت فعال شد. قرار است پروازها همین طور دوام کنند و مردم دو کشور را به هم نزدیک گردانند. Почему историческое событие? Потому что уже за много лет не было ни разу авиасообщения. من فعال شدن این خطسیر را حادثه تاریخی می‌دانم. برای آن که چندین سالها چنین خطسیر نبود و مردم واقعاً انتظاری می‌کشید. مناسبت را نگاه داشتن برای مردم دو دولت خیلی مهم است. ما همسایه نزدیکیم و این تصور ناپذیر بود که به خانه همدیگر رفته نمی‌توانستیم. این خیلی دشوار بود. Находимся рядом, но просто друг до друга даже не могли добираться. Да, то есть это было сложно ранее. قسمی زیاد مهمانان، بلاگران و روزنامه‌نگاران فعال قرقیزستان بودند که در یک روز چندین منطقه های تاریخی و سیاحی ولایت سوغد را عکس برداری و نوارگیری کردند. Я никогда не был в Таджикистане, во-первых. باره هم در تاجیکستان نبودم. همچون بلاگر سیاحی باید بگویم که در تاجیکستان بودن بسیار جالب است. حالا در شهر خوجند هستیم و میخواهم که از دوشنبه هم دیدن کنم. میخواهم با مردم اینجا و با بلاگران از نزدیک شناسایی پیدا کنم. من میدونم که در اینجا جایهای زیادی هستند که نوارهای جالب آماده کردن میشود. Хочу познакомиться с вашими блогерами. این سفر قرقیزستانی ها به تاجیکستان در حال است که هفته پیش گروهی از تاجیکستان با شرکت هوایی سامان ایر به بیشکک نخستین پرواز را بعد تنفس 4 ساله انجام داد. اینجا تنها بلاگران روزنامه‌نگاران نبودند، نماینده‌های ساختارهای حکومتی، ساختارهای دولتی هم بودند. این یک پایه دوستی حکومت است. مثل که اینها هدفشان هم در خوجند تا جایی که من دیدم و هم در قرقیزستان هدفشان نشان دادن امکانیت‌های سیاحی دو کشور بود. بعدا ما مشترکات داریم که مثلا دو کشور اهالی مثلا قرقیز زبان در تاجیکستان زندگی میکنند، اهالی تاجیک زبان در قرقیزستان زندگی میکنند. یعنی به هر نوع این یکی از مهمترین قدم‌های یکی از مهمترین واقعه‌های سال آخر بود. اما شرکت روزنامه‌نگاران و بلاگران این هدف را داشت که واقعا بازتاب وسیع و صمیمانه پیدا کند. اینجا راهبران بعضی روزنامه‌ها، بلاگرهای مشهور حضور دارند. من گمان دارم که وظیفه خودشان، اصالت خودشان را خوب اجرا میکنند. از صحبت‌ها با من شخصا معلوم گشت که خیلی مناسبت خوب، تاثیرات خوب دارند. اونها در سه اگر نقطه تشریف آورده باشند، اگر تاثیرات خیلی خوب برداشتند از اونجا و از مناسبت مردم تاجیک هم خیلی راضی هستند. Да, очень много знакомых журналистов. Мы как раз обсуждали, что با بسیار روزنامه‌نگاران اینجا شناس هستیم و در واقع سری مسئله لایحه‌های یکجایی صحبت کردیم. موادهای یکجایی آماده کنیم خیلی خوب می شود. من فکر می کنم که برای روزنامه‌نگاران هر دو طرف خیلی جالب می شود. تکنولوژیا با سرعت کیهانی پیش می رود و این فرصت را از دست نباید دهیم. технологии приходят, и очень важно что-то новое создавать. این پروازها بعد آن اثر گرفته شد که روز 13 مارت با اجازه سران دولت‌ها مرزهای دو کشور گشوده شد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و صادر جباروف همتای قرقیزی او روز پنجشنبه گذشته سازشنامه حل مشکلات مرزی را امضا کردند و راه‌های زمینی و هوایی باز شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.